به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و بخیرم خدمت همودان آرزومند هستم انشاءالله از ساعت کامل برخوردار باشین. دوستان امروز میخوایم نحو انتقال دیتا در قالب تصویر و ویدیو را با کیفیت بالا و همچنان حجم بیشتر در اپلیکیشن واتساپ بر شما عملا کار بکنم. پس ویدیو را تا آخر بیننده باشید. خب دوستا دوباره خوش آمدین. امروز میخوایم نحو انتقال دیتا در قالب ویدیو و تصویر را البته با کیفیت و کوالیتی بالا و همچنان سایز بیشتر در اپلیکیشن واتساپ برای شما عملا کار بکنم. یک مشکلی که عملا دوستا با آن مواجه میشن این است که انتقال اطلاعات در قالب تصویر باعث ازی میشه در اپلیکیشن واتساپ که حجم کیفیت و یا کوالیتی تصویر ما پایین میاد. عملا این را میخوایم براتون نشان بدم در قسمت اپلیکیشن واتساپ में بعد شما فایلی که انتقال دادیم اینجا تصویر ما زوم کردیم. اگر شما عملا این را مشاهده بکنید چه غیر از زوم کرده بریم این کیفیت یا عمل کوالیتی خود را دست میدهد. اما اگر در صورتی که شما اینمی تصویر عملا اوریجینالش از قسمت خود گالری باز بکنیم، خب در قسمت گالری में بعد شما در قسمت گوشه دانلود و بعد شما اینجا فایل اگر عملا براتون نشان بدم دوستا ما مشاهده میکنیم با چشم سر غیر از زوم کنیم یعنی این کیفیت خود نگهداری میکنه. و همچنان اگر شما در قسمت موز بیم و بعد شما در قسمت دیتیلز بیم اینجا شما مشاهده میکنین که حجم تصویر ما تقریبا 2.23 مگابایت یا ام بی می باشه. اما اگر در صورتی که شما این را در قسمت واتساپ مشاهده بکنیم یعنی سایز یا حجم ازی بسیار کمپرس میشه که کم میشه که باعث ازی میشه همین تصویر ما کوالیتیش همچنان از دست میده. خب چطور میتونیم شما تصویر ما را با همون کوالیتی که میداشته باشه اون انتقال بدیم؟ در قدم نخست شما اگر بخوایم این کار انجام بدیم شما نه از قسمت کامera استفاده میکنیم دوستا و نه از قسمت البته قسمت ترجمه و از قسمت گالری هم استفاده نمیکنیم. شما اگر بخوایم تصویر ما را با کیفیت و کوالیتی بالاتر و همچنان حجم بالاتر انتقال بدیم فقط بالای ترجمه کلیک میکنین. بعدش هم در قسمت داکومنت مین بعد شما در قسمت داکومنت هم اینجا براوز آدر دوسی اس درش میگین. بعد شما فایلتان دریافت میکنین که فایلتان در کجاست. ما اینجا مایکرو اس دی کارت انتخاب کنین. اگر شما در قسمت اینترنت استوریج میباشه اونم شما میتونین انتخاب، یعنی اگر در صورتی که در قسمت حافظه یا مموری تلفنتان میباشه. خب ما اینجا ایمیج انتخاب میکنیم بعد شما در قسمت دانلود انتخاب میکنیم و اینجا شما مو فایل خود میتونین چی بکنیم دریافت بکنیم که می فایل شما سلکت میکنیم. بعد از سلکت کنید اینجا برای شما یک سوال میپرسه که شما متيقن هستید که سند بکنین. بعد شما خب چون که میخوایم انتقالش بدین سند برش میین. بعد از اینکه سند گفتیم شما عمل اینجا مشاهده کردن میتونید دوستا که شما تونستیم امی فایل ما را با سایز 3.3 ام بی انتقال بدیم و همچنان نه تنها که سایزش نگه داشته تونستیم بلکه شما میتونید کیفیت تصویر همچنان نگهداری بکنیم. ثانیا در فعالیتی ازی که انتقال تصاویر یا سند نمودن تصاویر در اپلیکیشن واتساپ به امیر روال استفاده میشه. شما اگر در صورتی که بخوایم ویدیو را انتقال بدیم یعنی شما سایز زیادتر را برای ما اجازه نمیده و همچنان حجم بیشتر تر. خب عملا این را میخوام براتون کار بکنم در قسمت ترجمه بعد شما در قسمت گالری و شما اینجا فایل ما را که بشکل ویدیو باشه دریافت میکنیم عملا دوستای قسمت. بعد شما بالفرض اینمی ویدیو را شما انتخاب میکنیم. اینجا شما عملا که ویدیو را انتخاب بکنیم تقریبا شما را اگه اجازه بده حجم حد اعظمیش که هست 2 دقیقه و 51 ثانیه است و با حجم 17 ام بی که از این کده بیشترتر شما میتونید یک ویدیو را انتقال بدیم. خب اگر در صورتی که شما نیاز داشته باشین که بخوایم یک ویدیو را با حجم بیشترتر مثلا 50 ام بی 100 مگابایت 150 مگابایت و همچنان حجم تایملاین یا تایمش که بیشترتر باشه مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه باشه چطوری انتقال میدیم؟ چی میکنیم دوستا؟ قبل از اینکه شما عملا این کار بکنیم در قسمت اتچمنت می بعد شما اینجا شما داکومنت انتخاب میکنیم. بعد از داکومنت انتخاب کنیم براوزر درس برش می و شما در قسمت نظر به موقع فایلتان است که در قسمت اینترنال استوریج یا مایکرو اس دی کارت یعنی در حافظه داخلی خود تلفنتان است یا شما در اس دی کارت دارید اس دی کارت شما اینجا اس دی کارت انتخاب میکنید. بعد شما اینجا فایل انتخاب میکنید. فرض از ویدیو اول انتخاب میکنید درست است یا ویدیو پلی بک وان انتخاب میکنید. بعد شما اینجا باز تاب میکنه بله سند برش میین. بعد از اینکه شما سند گفتیم قسمت شما مشاهده کردتان هستین که شما با موفقیت با حجم بیشتر و همچنان با کیفیت و
کوالیتی فراتر از تصور ما تونستیم ویدیو رو انتقال بدیم. خب این بود موضوع امروزی ما. آرزومند هستم ان شاء الله براتون مفید تمام شده باشه. اگر در صورت شما خواهان از هستید که از آخرین جزئیات و مواردی که ما همچنان پیج فیسبوک براتون آپلود میکنیم آگاهی دریافت بکنید، پس کانال خود را همچنان فیسبوک پیج ما را به دوستای دیگرتان معرفی بکنید و همچنان لایک سابسکرایب یادتان نرود.